از زمانی که یوسف رو برادرها به چاه انداختند، از زمانی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود، گرچه آدم زنده بود. صحبت از مرگ انسانیت است. من که با پژمردن یک شاخه گل، با نگاه ساکت یک کودک بیمار، با غم مردی در زنجیر یا حتی قاتلی بالای دار، اشک در چشمان و بغضم در گلوست. من در این روزها زهر در پیاله، زهر مارم در سبوست. مرگ او را من چطور باور کنم؟ صحبت پژمردن یک برگ نیست. وای، جنگل را بیابان می کنند. دست خونالود خود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند. هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا آنچه این نامردان به جان انسان می کنند. صحبت مرگ انسانی